گفتن یه وقتی جبرئیل شنید که خداوند هم میگه لبیک لبیک، من میشه یه بنده خیلی محبوب و عزیزی بوده، هی بهش میگفت لبیک جونم چی میگی؟ جبرئیل گفت برم ببینم این کیه، چقدر این آدم مهمیه که خداوند اینقدر به او عنایت داره. بعد هر چی گشت پیدا نکرد. بعد پرسید، گفت این کدوم بنده است که اینجوری باش داری خوشو بش میکنی و لبیک لبیک میگی؟ گفتش که برو در یک بتخانه‌ای در روم، یک بت پرستی یه بتی رو جلوش ایستاده داره اونو اسم اونو صدا میکنه، برو پیداش کن. پیدا کرد و بعد برگشت گفت خدای تو یه بت پرست رو داره یه بتی رو میخونه جواب میدی؟ گفت بله جواب میدم، ولی که منو میخونه، مقصودش منم. چه بسیار آدم ها هستن که الله میگن خدا میگه منظورش یکی دیگه است. خداوند میفهمه که این منظورش من لبیک میگم جواب میدم.